یک گروه ساکنان نزد مرزی نویه بادکند قرغیزستان در دهه سامانیان جماعت چارکوی شهر اسفرای تاجیکستان خوانندگان مکتب را اول سنگباران و سپس لطو کردند. با اطلاع کمالالدین صابروف مدیر مکتب رقم 46 دهه سامانیان، حادثه مذکور 23 سپتامبر تقریبا ساعت 11:00 دقیقه رخ داده است. وی گفت خواننده های مکتب زمان برگشتن به خانه‌هایشان مورد سنگپرتوی قرغیزا قرار گرفتند. قرغیزا چندین خواننده صنف‌های 10 و 11 را در راه با سنگ می‌زدند و لطوکوب می‌کردند. از این حال جورابک نصرالدینوف ساکن 31 ساله دهه سامانیان با خبر شده به حمایه خواننده ها می‌براید که قرغیزا او را لطوکوب نموده به خانه‌اش درآمده همسر و 2 فرزندش را که یکی کودک هنوز شیرخوار و دومی احسان جان خواننده صنف 1 را مورد ضرب و لط قرار می‌دهند. ابراز نمود صابروف. منابع از بیمارستان مرکزی شهر اسفره در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان گفتند که در نتیجه حمله قرغیزا جورابک نصرالدینوف و فرزند او ضربه مغزی گرفتند و حالا در بیمارخانه بستری هستند. در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره بستری شدن 3 نفر را در پی این حادثه تصدیق کردند، اما از ارائه معلومات خودداری ورزیدند. کمالالدین صابروف اینچنین اضافه نمود که در نتیجه سنگزنی قرغیزا 2 خواننده مکتب رقم 64 رواجالدین محکموف و شکرالله عارفوف خواننده های صنف‌های 10 و 11 از ناحیه تخت‌پشت لط برداشتند. یادآور می‌شویم در پایان ماه اپریل در یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان از 2 طرف 55 نفر کشته و حدود 240 کس زخمی شدند.